بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره اعراف آیت 46 رسیدیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در نقطه 16 ما شما گفتیم که یک گروه مردمی هستن که اینا را اعرافی میگن یا اهل اعراف میگن. و بینهما حجاب، و در بین جنت و دوزخ یک حجاب است. حجاب در جای دیگه گفته شد سور یا دیوار یا مثل یک جای هست تپه واره که این تپه در بین جنت و دوزخ است. رجال اشخاص در این بالای تپه می باشند که یعرفون کلا بسیماهم، که اینا هر کسی را یاد این وسط هستن، جنتی ها را میشناسن و دوزخی ها را میشناسن. وقتی که گروهی از مردم میاین، یک تعداد به طرف جنت میرن، یک طرف به طرف دوزخ میرن. این مردمایی که در اعراف هستن اینا میشناسن که کی دوزخی است کی جنتی هست، به سیما هم از چهره هایشان. مثلا در دیگه آیات قرآن عظیم الشان الله متعال میگه که یعرف المجرمون بسیماهم، در روز آخرت یعنی انسان های مجرم از چهرهشان شناخته میشه. به خاطر از اینکه مجرمین در روز قیامت سختی ها را میبینن، چهرهشان سیاه میزنه و رنگشان بسیار تغییر کرده و وضعیتشان خراب است. اینا کسایی که در اعراف هستن، اینا میگه هر کدام از اینا را از چهرهشان بشناسن. جنتی را میشناسن که این جنتی هست، تیر میشن، و دوزخی را میشناسن که این دوزخی هست. اینا خدا وسط هستن، یا سهیل دارن. و نادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، برای جنتی ها میگن السلام علیکم، سلامتی بالای شما باد. وقتی که یک جنتی میاد طرف جنت میره میگه سلامتی بالای شما باد. لم يدخلوها و هم یطمعون، میگه خود از این اعرافی ها داخل جنت نشدن در حالی که آرزوی جنت دارن. این اعرافی ها طبعا کسایی هستن که نیکی ها و گناه هایشان چیز شده؟ مساوی شده. یعنی به سبب کمبود در اعمال صالحه از داخل شدن در جنت بند ماندن، اینجا در اعراف واقع شدن، به جنت رفتن نمیتونن. و به خاطر از اینکه اینا ایمان دارن و توحید دارن، عقیده درست دارن و اعمال صالحه دارن، و اعمال صالحه و توحیدشان مانع رفتن از اینا به دوزخ شده. پس اینا نه دوزخ میرن که دوزخی باشن و نه به جنت رفته میتونن، به خاطر از اینکه اینا چی هستن؟ مردمای دیندار هستن ولی نواقص دارن که به جنت رفته نمیتونن، یا نمیجه دمی اعراف میباشن. خب یا بیچاره میگه استاد هستن، میبینن که جنتی طرف جنت میره و دوزخی به طرف دوزخ میره، برای جنتی ها سلام میتونن. و وقتی که و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، وقتی که دوزخی ها را میبینن قالوا ربنا لا تجعلنا مع قوم الظالمین، دوزخی ها را میبینن که ملائکه گرفتهشان و چهرهایشان خراب است، در زنجیرها بسته هستن و کشانده میشوند و بسیار حالت سخت دارن. وقتی که اهل اعرافی دوزخی ها را میبینن، بازیات دیگه دعا میکنن ربنا ای پروردگار ما مؤمن بودیم، موحد بودیم، اشتباه کردیم، درست عبادت و طاعت کم کردیم و در پالوی از این خطاها و اشتباهات کردیم. یا الله ما را که از این دوزخی ها داخل نکنیم. میگه از جنتی مپرس که جنت چی سان است، از دوزخی بپرس که اعراف بهشت است. یک شاعر چی میگم؟ میگه از جنتی پرسان نکو که جنت چه قسم است، از دوزخی پرسان کو که دوزخی که حالت خطرناک و خرابی که داره، همین اعراف کسی برش جنت معلوم میشه. اعرافی ها میگه که یا الله ما را در جمله از دوزخی ها نگردانی. این چی قیامت سر از اینا، این چی حالت خراب از اینا هست. وقتی که اینا را در زنجیرهای آتشی بسته هستن و وضعیتشان خراب است و چهرهایشان تغییر کرده و در زمین ذلیل هستن و کشانده میشن، یعنی دوزخی ها را وقتی که حالتشان را بخواهیم دیگه بازی دعا میکنن که ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا الله ما را که تزی ظالمایی که مشرک بودن، مرتد بودن، کافر بودن، در صف کفار قرار داشتن، از کفار دفاع میکردن،
این اهل اعراف کسایی هستند که مسلمان ها و مؤمنین موحدین هستند، لکن گناه و ثوابشان چی است؟ مساوی شده. نتانستن که به جنت برن، نتانستن که از دوزخ، نه به دوزخ میرن، یعنی جرمشان به اندازه نیست که به دوزخ برن و اعمال صالحشان هم به اندازه نیست که سبب شه و اینا را به جنت ببره. پس یادم این اعراف باقی میمونن. حذیفه رضی الله عنه میگه که هم قوم تجاوز بهم حسناتهم النار. حذیفه یک صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که از اینا پرسان کردن که همین اعرافی ها کدام مردم هستند، اهل اعراف، گفت یک طایفی از مسلمان ها هستند که نیکی هایشان مانع رفتنشان به دوزخ شده، یعنی ایمانشان و اعمالی که داشتن به اندازی بوده که مانع شده که اینا در دوزخ برن. عقیده توحیدی دارن و ایمان دارن و اخلاص دارن، این مانع شده که در دوزخ برن. و قصرت بهم سیئاتهم عن الجنه، و گناهایشان مانع شده که اینا در جنت داخل شدن. این قسم حالتشان است. فاذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، وقتی که طرف دوزخی ها میبینن، چشمایشان به دوزخی ها مفته، دیگه چی است؟ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. عاجل دعا میکنه که الله ما در جمله از حساب نکن یا الله. خطرناک است که انسان در میدان مانده باشه، نه این طرف رفته بتونه، نه این طرف رفته بتونه. وقتی که دوزخی ها رو میبینه که باز یا الله ما در جمله از طالب ما در دوزخ نریم. فبینهم كذلك، میگه یا دمی حالت هستن. اطلع علیهم ربک تبارک و تعالی، الله متعال یارا میبینه که موحدین هستن، مؤمنین هستن، در نواقض و شکننده های ایمان داخل نیستن، در چیزی که ایمان انسان رو مشکنانه، یعنی ایمانشان نشکسته. ایمان مثلا به کفر مشکنه، به شرک مشکنه، به استهزاء به دین مشکنه، به کراهیت ما انزل الله قرآن و سنت بده کسب به این مشکنه. دین انسان مثلا با دوستی با کافرها مشکنه، موالات کفار یا دفاع از کفار. اینا لیا که هستن مؤمنین موحد هستن و در این نواقض ایمان داخل نشدن، لکن اشتباهات و خطاهایی کردن که حالا به جنت داخل شدن نمیتونن. یا دمی حالت هستن دیگه وقتی جنتی رو ببینن به جنتی سلام میتونن، سلام علیکم ماندن باشه، بفرمایید نوش جان تا بفرمایید ماشاءالله. و دوزخی ها رو که میبینن باز میگه ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا الله که تزیه ما را داخل نکنی. حذیفه رضی الله عنه میگه که فبینهم كذلك، وقتی که اینا دمی حالت میباشن میگه اطلع علیهم ربک تبارک و تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی حالت از اینا رو میبینه. فقال برشان میگه اذهبوا برین وادخلوا الجنه، به رحمت الله داخل جنت میشه. میگه برین شما هم داخل جنت شوین، فانی قد غفرت لكم، ما بر شما مغفرت کردم. بازم الله متعال سرشان رحم میکنه و مغفرت میکنه و از اعراف روانشان میکنه به جنت. هجدهمی پیام اهل اعراف و باطل پرستان یا دشمنای توحید یا اهل اعراف دیگه میگن ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم. اهل اعراف اینجا سال هستن، یک تعداد اشخاصی هست که اونا را به چهره هایشان میشناسن که در دنیا بسیار ادعای کلان میکردن، بسیار خود دیندار میگرفتن، به چهره هایشان اینا را میشناسن. قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستكبرون. برشان میگه که این جماعتی که شما داشتین، حزبی که داشتین، سیاستی که شما داشتین، برنامه هایی که شما داشتین، تکبر و غرور بوده که شما داشتین که هیچ سردگار رای نمیدن، هیچ به فایده نکرد برشان. یعنی حتی هم اهل اعراف هم که است، این دوزخی ها وقتی که را میبینن که حالتشان خراب است. شما نبودین کسایی که حزب فلانی داشتین، حزب دموکرات بودین، جمهوری خواه بودین، شما کسایی نبودین که سیاست مدار بودین و میگفتین ما بسیار فامیده هستیم و که شرق و غرب سازش میکنیم، جور میاییم و ما که هر کسی جور میاییم و که کلگی
ما رو هیچ کس غرض نمیگیره و هیچ کس بدبینی نداریم و بسیار هوشیار هستیم و بسیار فامیده هستیم، هیچ مصیبتی برای ما نمیرسه و خوب خوراک میکنیم و خوب تکبر میکردیم. اهل اعراف بر شما که ما اغنا عنکم فایده نکرد بر شما، کلی هوشیاری و حسبگرایی و تکبر و غرور داد. و اونا باز برشان میگه که همین کسایی که مسلمان ها که چون بیدینا کس همیشه اینا مسلمان ها را میگه که یا نه بابا یا کسی همی هستن. حالا اهل اعراف برای دوزخی ها میگه که اها اولای الذین اقسمتم، آیا همی که جنتی ها را برشان نشان میده، شما خب بسیار خود هوشیار میگرفتید این جنتی ها را سعی کنین یا به جنت میدن. آیا امین همون کسایی نبودن که شما قسم میخوردین که لا ینالهم الله برحمته، نه الله سر از یا مهربانی نمیکنه؟ بیبی زندگیشان چقدر سخت است، بیبی وضعیتشان چقدر خراب است، بیبی تم آرام نیستن. خب انسان مؤمن و مهاجر و مثلا مجاهد و دیندار خود در دنیا در امتحانات است، هر لحظه سرش سختی ها میه و اون باز دشمنا و بیدینا کسی هست سر از یا استهزا میکنه، باز میگه که قسم میخورن که یاد بر رحمت الله داره. همین قسم که در دنیا همین قسم سرگردان هستن در آخرت هم با سعی کنی که نه سرگردان نمیشه. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته، بعضیا گفته میشه به دوزخی ها همین کسایی نبودن که شما قسم میخوردین که یا به رحمت الله داخل نمیشن؟ الله برشان حکم میکنه ادخلوا الجنه. شما کسایی که در دنیا به خاطر دین الله سختی ها را دیدین، مشکلات را دیدین، خانه تان ترک کردین، فامیل تان ترک کردین، مالتان چور شد، عذاب دیدین، سختی ها را دیدین، بمبارد دیدین، مشکلات دیدین، شبها و روزها در غم و در تشویش و در جنجال بدین، ادخلوا الجنه، شما داخل جنت شوین، لا خوف علیکم، بالای شما ترس نیست، ولا انتم تحزنون، و شما جگرخون هم نباشین، نه خوف داشته باشین و نه هم ترس داشته باشین، نه از آینده خود از پیشتان که گذشته از پیشتان اشتباهات شده از آن نترسین و خوف نکنین و از آینده هم جگرخون نباشین. در جنت الله هستین و براتون هیچ مشکلی رخ نمیده. اینجاست که قرآن عظیم شان فکر انسان می سازه که یک تعداد کسایی هستن که خود بسیار هوشیار میگیرن، فامیده میگیرن، صاحب فکر و اندیشه میگیرن، سیاستمدار و دانشمند میگیرن و با همین فکر و هوشیاری و دانشی که دارن، ماستر و دکتر و پروفسور هستن، باز هم در صف کافرها هستن، در احزاب خطرناک کفری هستن، در گمراهی و تکبر هستن. علمشان، فهمشان، فکرشان اینا رو به غلط کشاندن و اینا با سر مسلمان هایی که اونا مؤمنین واقعی هستن و به خاطر دین الله سختی ها رو میبینن، سر از اونا باز نه تنها تمسخر میکنن، قسم میخورن که یا مستحق رحمت نیستن. اما الله متعال میگه نه خیر، همین طایفه‌ای که حقانی هستن، مظلوم هستن، عاجز هستن، مشکلات رو میبینن، اینا اهل جنت هستن، چون راه جنت سختی ها هست. اما توی که با کلگی جرمی و بر کمونیست هستی و کت سوسیالیست هستی، کت دموکرات هستی و کت بیدین هستی و کت هر کس هم موقعمت مثل حیوانات رو بخو و خوک و ساتیری بکن و تکبر بکن. الله متعال میگه که نه، شما سر مؤمنین، سر مجاهدین رشخندی میکردین، قسم هم میخوردین که اینا گمراه و بیراه هستن، قسم میخوردین که اینا در رحمت الله داخل نیستن، حالا ببینین که شما غلط هستید و اینا درست هستن و اینا در راه حق هستن و درست هستن. به این شکل انسانهای مؤمن و انسانهای بیدین به این شکل شناخته میشن، فهمیده میشن و انسانهای مؤمن در راه درست و در راه مستقیم به جنت الله داخل میشه. 20مین نقطه در اینجا، و نادى اصحاب النار اصحاب الجنه. حالا دوزخی ها وقتی میفهمند که ما تباه شدیم، برباد شدیم، نه سیاست ما به درد خورد، نه فکر ما به درد خورد، نه هوشیاری و نه شهادتنامه ها و نه برنامه هایی که داشتیم، هیچ کدام از به درد ما نخورد. القابی که داشتیم، نام هایی که داشتیم، اندیش هایی که داشتیم،
هیچ به درد نخورد، تباه شدیم، برباد شدیم. آل گدایی رو شروع میکنن، گدایی شروع میکنن. چه قسم ونادا و صدا میکنن اصحاب النار دوزخی ها. کی رو صدا میکنن؟ اصحاب الجنه، جنتی ها را میبینن که در جنت هست، نعمت هاست، چی هست. سبحان الله. بعد از اینا صدا میکنن ان افیدوا علینا من الماء، یکی از ما بتن، یک گلاس عوض در ما بتین. او مما رزقکم الله، از این چیز که الله برتان رزق که داده، از یک چیزی بر ما هم بتین. ما از تشنگی و از گشنگی و از درد و رنج بسیار وضعیت ما خراب است. قالوا برشان جنتی ها میگه ان الله حرمهما علی الکافرین، الله این حرام کرده خوراک و نوشابه جنت بالای کافرها، این بر شما حرام است. ما چطور بر شما بتیم؟ شما حرام است، دادن نمیشه. این به این اندازه رسوایی هست. حالا هر کس خودش فکر خود، انسان هوشیار و فهمیده، و ما و شما تفسیر فکری اعتقادی میخوانیم که فکر خود مطابق قرآن بسازیم و عقیده خود از قرآن بگیریم. ببینیم قرآن از اینشان چه قسم تشریح میکنه که به چالاکی و به زیرکی و به تکبر و به غرور و به شهادتنامه ها و به القاب و به ایگپا کس کامیابی حاصل نمیکنه. کامیابی اصلا در چی هست؟ کامیابی و پیروزی در صداقت، راستی، ایمانداری، اخلاص، تقوا هست. حالا علتی که دشمنای توحید این قسمی سرگردان و رسوا هستن، علتش چی هست؟ الذين اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. صفت از اینا چی بود؟ چرا اینا بیدین شدن؟ چرا اینا مستحق دوزخ شدن؟ الله متعال میگه اینا کسایی بودن که دین خود بازیچه و ساتیری گرفته بودن. همیشه سر دیندارها در مجالس وقتی که میشیشتن رشخندی میکردن. همیشه مسلمانان مؤمنین و موحدین اینا استهزا و توهین و تحقیر میکردن. دین خود از اینا هم چی بود؟ دینداریشان ساتیری و لعب بود. لهو، ساتیری. لهو چی رو میگن؟ لهو همین بازیچگاهای طفلیه که اشتکک‌های خرد 2 ساله 1 ساله، این لهو میگن. در لهویات چیزای بیهوده مصروف است. و لعب چی هست؟ این بازی ها باسکتبال است و فوتبال است و ورزش ها هست، اینها رو لعب میگن، بازی میگن. این حال بعضی کسا دین خود این میخواستم در لهویات و در لعبیات تیر میکنه. دینداریش چی هست؟ دینداریش چی هست؟ لهو و لعب است. دینداری چی هست؟ دکچه هست. دینداری چی هست؟ سمنک هست. دینداری چی هست؟ ختنه سونی هست. دینداری چی هست؟ سیالی هست. شعله خانی از او روان بکن، بعد از او پیسه دار، رو پیسه دار بعد از این پیسه دار میمانی بکنه، این پیسه دار بعد از اون میمانی بکنه. همین دین هم بازیچه جور کردن. دین هم چی هست؟ بازیچه هست در مقابل هر چیز. اگر اسلام میگه عقیقه، اینا میگه نه چی میگیریم؟ رو شب 6 میگیریم. اگر اسلام میگه که شما به زندگیتان عیدهای اسلامی، عید که عبادت الله هست، این تجربه کنین. اینا لهو و ساتیری را در نوروز میگیرن، سالگرد میگیرن، روز زن است، روز مادر است، کلش چیزایی است که از کافرها گرفته میرن. وقتی الله برش میگه که اطاعت والدین سر فرض است، احسان به والدینت بکن، مادر و پدر کجا میرن؟ میبرن در خانه که همسالان است، در اونجا میندازن و او بیچاره اونجا به بسیار سختی زندگی میکنه. باز یک روز برای مادر یک دستگل میبره. این چی شد؟ روز زن است، روز مادر است. در حالی که الله میگه نه خیر، هر روز روز زن است، هر روز روز مادر است. هر روز باید خانمت، خواهرت، مادرت، دخترت، کل شای احترام بکنی، با امرایشان در مشکلاتشان، در دردهایشان، در کل چیز باید سهیم باشی. اما اینا کلش برنامه های کفری دارد. کل دین خودم به ساتیری گرفتن. دین برای چی است؟ برای ساتیری هست. روزه که سر یک نفر غم اینا شیشته و پلو میخورن و شکمهای خود سیر میکنن. او بیچاره مادرش مرده، پدرش مرده، برادرش فوت کرده، اولادش فوت کرده، در سختی و مشکلات هست، اقتصادش هم درست نیست، حیران مانده و اینا کلگی آمدن قرار خدا هفت شب و هفت روز انداختن که ما اینجا چی میکنیم؟ سیالی میکنیم، از اینا همین قسم خورده ما هم میخوریم. همین قسم رواج است. الله متعال میگه که اینا کسایی هستن که دین خدا به
لهو و لعب گرفتن. ببینید احتیاط بکنین دوستان. و غرتهم الحیات الدنیا، یک مشکل شادی است که دینشان یعنی ساتیری دیگه. هر کل چیزهای دینی را ساتیری جور کردن. کلش به خاطر ساتیری است. وقتی که امکانات پیدا کرد کجا رفتی؟ عمره رفتم. چی کردی در عمره؟ کل عمره را در ساتیری و در خو و در خوراک و در عیاشی و در ساتیری تیر کرد. و دیگه چی مشکل داشتن؟ مشکل دیگهشان و غرتهم الحیات الدنیا، اینا را زندگی دنیا مغرور ساخت. همیشه به خانه افتخار کو، به مال خانه افتخار بکن. اقام مغرور. خب سیست یک نفر به اساس ضرورت محترم میگیره، ضرورت از داشته باشه، موتر خانه داشته باشه، لباس باید بپوشه. اما ای که خانه و لباس و طلا و وسایل خانه و این چیزها کلش چی شود؟ وسایل غرور شود، تکبر شود. خدا مغرور بسازی و متکبر بسازی، اینی خطرناک است. فالیوم ننساهم، الله متعال میگه امروز من اینا را فراموش میکنم. کما نسوا لقاء یومهم هذا، مثل که اینا فراموش کردن ملاقات این روزه. الله متعال میگه که چی معنی فراموش کردن الله؟ یعنی از لیست رحمت شدگان اینا را بوسو میکنیم. همین قسم که اینا قیامت فراموش کرده بودن، حالا اینا قیامت فراموش کرده بودن، الله متعال میگه خودتان فراموش هستین، برین بخیر، پیدا کنین براتون که چی میکنین. هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون. و این به سبب از این بود که چرا اینا انکار قیامت میکردن، چرا اینا دین خدا لهو و لعب گرفتن، چرا دنیا اینا را مغرور ساخت و چرا اینا به قیامت ارزش نمیدادن؟ به خاطر از اینکه آیات الله را انکار میکردن. وقتی که برشان آیات الله، احکام الله، آیات جهاد گفته میشد، رشخندی میکردن، مجاهد تروریست میگفتن، جهاد تروریسم میگفتن. مسلمان هایی که در مقابل کفار جهاد میکنن اونا را به نام تروریست و به نام اکستریمیست، فاندامنتالیست و افراطی و گپا. کل ازی به خاطر چی هست؟ چون یا به آیات قرآن ایمان نداشتن. اگر یا ایمان به قرآن واقعا می داشتن، خب در قرآن احکام هست دیگه، مجبور هستید چیزی که احکام هست در قرآن قبول بکنید. اینا چون از آیات انکار میکنن، از این خاطر دین برشان یک بازیچه، آخرت به قصه های آخرت برشان یعنی یک خرافات، جهاد یعنی بیعقلی، سنگر یعنی خودکشی. این کل چیزها بر از اینا غلط معلوم میشه. چرا اینا خودشان اساس مشکلشان الله متعال بیان میکنه، میگه این کل مشکلات از کجا پیدا میشه برای یک انسان که فکرش غلط است، رایش غلط است، دین ساتیری گرفته، مغرور به دنیا هست و آخرت فراموش میکنه. میگه کل این عیبها، کل این مشکلات فکری، این کل مشکلات فکری اساسش چی است؟ اساسش انکار آیات الله است. چون به قرآن و آیات الله درست ایمان ندارن. وقتی یک نفر کس به قرآن ایمان نداشت، بنان هر چیزی که از قرآن برش بگویی او یک قسم به طرفت سهل میکنه که معلوم میشه که این کار میکنه، نمیپذیره. و وقتی که برش گپ بزنی فوراً به کامنت های خودش به نفع خود فتوا میده و خودش فوراً به غلطی های خود، چون نمیخواد به آیات قرآن ایمان داشته باشه و به این عمل بکنه، حالا باید پشت کی بره؟ باید پشت او عالمای طاغوتی درباری، طاغوتای مطبوع اونا را میگن که به نفع طاغوتای کلان فتوا میدن. باز از اونا بسیار خوب عالم است، بسیار فهمیده است، بسیار هوشیار است، چقدر با فراست گپ میزنه، چقدر با حکمت گپ میزنه. خب او عالمی که دفاع از کفار میکنه، به نفع کفار گپ میزنه، به ضد مسلمان ها گپ میزنه، به ضد مجاهدین و مؤمنین گپ میزنه. اینا به نظر خودت بسیار مردمای چی هستن؟ اینا رو شما زیاد توصیف میکنین، اینا به نظر شما بسیار مردمای چی هستن؟ خوب هستن. چون اهل طاغوت، یک طاغوت دیگر را دوست دارن، یک شیطان دیگر را دوست دارن. اگر رئیس جمهور طاغوت است، مولوی طاغوت پرسته که به این رئیس جمهور چی میکنه؟ خب فتوا میته و منفعت از او است، بسیار دوست داره، بسیار قدردانی میکنن، بالا حتی عزیزش گرفته میبره جا بالا، بیا که من در جای بودم. بعضی اگر در خدمت طاغوت میباشه و مثلا
مشکلات داره، باز اونا از دستش میگیره، برش امکانات میده، برش دوست داره، اونا رو هوشیار میگه، اونا رو بزرگترین علما میگه، اونا رو بالا میشونه، اونا رو مسجدهای بزرگ برشان میده، چوکی های بزرگ برشان میده، وزیر شؤون اسلامی میسازش، وزیر اوقاف میسازش، رئیس های پانتون ها میسازش و در مجالس بزرگ عضو شورای قانون اساسی میسازش. چرا؟ او میفهمه او طاغوت کلان که این طاغوت مطاع، میفهمه که طاغوت مطبوع در خدمت ما هست. 22 نقطه در اینجا الله متعال کتاب حق معرفی میکنه و صفاتش معرفی میکنه. شما میخواین مطالعه بکنین، اهل مطالعه هستین، شما میخواین صاحب فکر شوین، شما میخواین صاحب اندیشه شوین. بعضیا میگن که من میخوایم اندیشه و فکر بسیار خوب عالی داشته باشم، چی رو باید مطالعه بکنم؟ الله متعال میگه که اگر میخوایی که فکر و اندیشی مثبت و سالم داشته باشین، ولقد جئناهم بکتاب، کتاب رو برشان آوردیم. الله متعال میگه فصلناه علی علم، گیره با علم الله متعال میگه ما رو تفصیل کردیم. کتابی است که در تمام علوم هست، اگر تو درک داشته باشی و از این استفاده بکنی. علم چی هست؟ اصل علم چی هست؟ اصل علمی است که انسان راه درست پیدا بکنه. او علم چی کنی که بسیار مثلا موتر بسیار لوکس داشته باشی، سری موتر لوکس بالا میشی میبری جای بلندی کود پایان مندازیش، تک خودت میکنی. تکنولوژی وقتی که در دست جاهل بفته سبب هلاکت میشه. اصلا باید انسان سازی شوه، فکر سازی شوه. این فکر انسان چی جور میکنه و انسان کی میسازه؟ قرآن عظیم شان است. چرا؟ به خاطر که این هدایت و رحمت است. حال انسان ها با تانستن که امروز مشکل انسانیت امروز چی هست؟ انسان ها تانستن که از ماهی کرده در بحر خوبتر شنا بکنن. وسایل ساختن که از ماهی کرده و از نهنگ هم کرده تیزتر و قویتر هست. و انسان ها در یا شیشه و در زیرابی ها و سلاح‌های بسیار بزرگ در تحت البحری ها ساختن. انسان ها تانستن که از پرنده ها کرده در آسمان خوبتر پرواز بکنن. طیاره‌ای ساختن با چیره های باشه و چیره شاهین و چیره باز و چیره هلیکوپتر مثل بمبیرک و یعنی اینا وسایل ساختن که در آسمان از پرنده ها هم کرده هم خوب در این فضا پرواز میکنن در آسمان و در زمین میتونن که از حیوانات که در قویتر باشن و تیزتر باشن و تندتر باشن و شیر و پلنگ زیر سلطه خود بیارن. ولی مشکل از انسان چی هست؟ که نتانسته در زمین مثل یک انسان زندگی بکنه. دی شیخ با چراغ همه گشت کرده شهر، کزده ودت ملولم انسانم آرزوست. کسی چراغ گرفته در روز روشن میگردن تو چراغ چی میگن؟ گفت کزده ودت ملولم، از انسانهای دیو صفت. دیو انسانهای شیطان صفت، که از دیو دت ملولم و انسانم آرزوست. از انسانهای شیطان صفت، دت در ادبیات فارسی حیوانات درنده را میگه. که از دیو دت، از دیو انسانهای دیو صفت و شیطان صفت و انسانهای دت یعنی درنده صفت، ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته ایم ما. برش گفتن که ما خیلی قسم انسانه که شیطان صفت نباشه و درنده صفت نباشه ما نیافتیم. گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. گفت من آرزوی او انسانی را دارم که یافت نمیشه، بسیار کم است. کس همراهان سست عناصر دلم گرفت. از همراهان سست عناصر مسلمان خودم میگه چندان مسلمان نیست.
هیچ چیز در اسلام در چهرهش، در لباسش، در قوارش، در زندگیش دیده نمیشه. این سست عنصر میگه که از همراهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان ما دوست. یا مؤمن واقعی باشه مثل علی رضی الله تعالی عنه که ایمان، تقوا، اخلاص، دوستی، محبت با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، دوستی علی با ابوبکر صدیق، با عمر فاروق، با عثمان ذوالنورین، رحماء بینهم اشداء علی الکفار، این صفت داشته باشن که در بین هم با هم مؤمنین محبت دارن، خب در مقابل کفار بسیار قوی هستن. این تو مثل علی و عمر و ابوبکر و عثمان و بلال و سمیه و یاسر و این قسم مؤمن باشن. یا کافر غیرتی باشه که با غیرت همراهش مثل رستم وارد جنگ بکنی برای، نه تو کافرایی که با جنگ فکری در لباس مؤسسات خیریه و در لباس دوست، در لباس استاد و در لباس دکتر و در لباس معلم انجینیر میان، ولی هدفشان ویرانی و تباهی و بربادی هست. که از همراهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان ما. در اینجا شما ببینید که الله متعال میگه که ما بر شما کتاب را آوردیم و این کتاب تفصیلی بیان کردیم. شما فکر میخواین، فکر درست بفرمایید، این کتاب است. علم میخواین، بفرمایید. هدایت میخواین، این کتاب است. رحمت میخواین، این کتاب است. نظام سیاسی میخواین، این کتاب است. نظام اجتماعی میخواین، این کتاب است. نظام اخلاقی میخواین، این کتاب است. نظام جهادی میخواین، این کتاب است. نظام تعلیمی و تربیوی میخواین، این کتاب است. نظام اقتصادی میخواین، این کتاب است. نظام مالی میخواین، این کتاب است. فکر، اندیشه، عقیده، سیاست، اجتماع، همه چیز در این کتاب هست. لکن برای کی؟ لقوم یؤمنون، برای کسایی که به این کتاب ایمان داشته باشن. چرا؟ باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شوره‌زار خس. میگی باران که قدر زیبایی داره، میگه در لطافت عزی اختلاف نیست، در دشت لاله روید. این باران در دشت چی میکنه؟ فقط وقتی باران چون دشت زمین زیبا داره، گلهای لاله میروید. در شوره‌زار وقتی که برین در مناطقی که چتلی هست، اونجا که هر باران شد هنوز گندگی و بوی زیاد میشه. در شوره‌زار ببینید خس و خاشاک زیاد میشه. قرآن نور است، رحمت است، هدایت است، فکر است، اندیشه هست، ایدئولوژی هست، جور کردن کل از اینا هست. کلام الله هست، لکن فکر ما را جور میکنه، عقل ما را جور میکنه، ایدئولوژی ما را جور میکنه، دست و زبان و قلب ما را جور میکنه، لکن به شرطی که ایمان باشه. اما بی ایمان که اصلا هیچ فایده نمیده، چون او اصلا ایمان نداره. 23 نقطه در آیت 53 سوره اعراف، اعتراف دشمنای توحید. دشمنای توحید حقانیت پیغمبران را باز اعتراف میکنن. هل ینظرون الا تأویله. الله میگه آیا اینا منتظر هستن به این که تا وقتی که امو تعویل و امو تهدیدها و امو عذابهایی که برشان در این قرآن گفته شدن این برشان برسن؟ بله، یوم یأتی تعویله، روزی که خوب متوجه باشین قرآن چه قسم قضایا را بر ما و شما واضح میسازن. الله متعال میگه باز روزی که میگه این تعویل، اینجا تعویل به معنای تهدید و عذاب و وعید است. میگه وقتی که عذابهای الهی باز برشان برسه، حالا خود ایمان ندارن، چون اکثرا انسانهای بیرین ماتریالیست است، ماتریالیسم ماده پرست است. تا که به چشم خود یک چیز ندیده باشه قبول نمیکنن. تا وقتی که در عقل قاصر خودش یک چیزی گنجایش پیدا نکنه قبول نمیکنه. الله متعال میگه خب آل ما برتون مادی نشان میدیم. الله وقتی که به شکل مادی عذاب الله را ببینن، یقول الذین نسوه من قبل، کسانی که ایره قبلا فراموش کردن، قد جاءت رسول ربنا بالحق. نواز میگه ما غلط بودیم، ما در راه نادرست روان بودیم، ما غلط میکردیم، گپ ما غلط بود، نظر ما غلط بود، فکر ما غلط بود، اندیشه ما غلط بود، سیاست ما غلط بود، اجتهاد ما غلط بود. قد جاءت رسول ربنا بالحق. واقعا پیغمبران
رسولانی که از جانب رب ما پروردگار ما بود، اونا حق آورده بودن ولی قصور در ما بود. هل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. باز اینا حال میخوان که کاش که یک کسی باشه که شفاعت ما را بکنه. شفاعت کافر و مرتد حتی پیغمبر کرده نمیتونه، چون بر چی حق داره؟ بر پیغمبر میفهمه که شفاعت در جایی هست که حق باشه و پیغمبر الله حق شفاعت میده بر کی؟ بر مؤمنین موحدین، نه بر کافر و مرتد و زندیق و بدعتکار و جنایتکار و دشمن الله و رسولش. و کسی که پیغمبر میکشه و کسی که مثلا به دین الله قرآن در میده و ضد پیغمبر و ضد دین استاد میشه، بس برای اونها شفاعت کردن. شفاعت برای کسی هست که مؤمن است، موحد است، لکن نفسش غلبه کرده، اشتباه پیش شده، باز وقت میتونه پیغمبر او را شفاعت بکنه. اینالی بیدینا و این مرتدا و این کافرایی که انکار میکردن از کلام الله، بازی میگه آیا کدام شفاعتگری هست که برای ما شفاعت بکنه؟ یا اگر شفاعتگر نیست، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ما یک فرصت دیگه بتن پس ما را به دنیا برگردانن، باز اونجا ما اعمال صالحه بکنیم. خب در تو بسیار قرآن گفته نشده بود صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خویش. آل که جزای خدا میبینه، آل باز میگه که کاش که برای ما فرصت داده شود که ما پس به دنیا بریم، باز عمل بکنیم غیر او اعمالی که ما میکردیم. یعنی حال دیگه باز کفر هم ترک میکنیم، دوستی کفار هم ترک میکنیم، زندگی کردن با کفار هم ترک میکنیم، دفاع از کفار هم ترک میکنیم، در بین مؤمنین میباشیم و عبادت میکنیم و سجده میکنیم و جهاد میکنیم و شهادت میخوایم. قد خسروا انفسهم، الله متعال میگه اینا بر نفسهای خود خساره کردن. آل فرصت ختم است و ضل عنهم ما کانوا یفترون. او چیزی که افترا و تهمت به الله میکردن که باز فلانی مرا نجات میده و در قبر من فلانی میایه و باز فلانی میایه و کتمه کمک میکنن، کل معبودان باطلشان از پیششان چی شدن؟ کل از او از پیششان گم شده. اما برای صفات اهل حق، صفات حق، الله متعال ذات با عظمت خدا معرفی میکنه برای کسایی که حق پرست هستند. ای انسان ها، میخواین که عقیده خوب از قرآن بیرین؟ ان ربکم الله، رب شما الله هست. یعنی رب چی مانا؟ یعنی خلق کننده شما الله هست. مخلوق خلق کننده قرار ندین. شفا دهنده شما الله هست. رب است، رب العالمین ذاتی هست که اولاد بر ما الله میده، رزق از اولاد هم الله میده، حفظ هم اولاد الله میکنه، شفا هم اگر مریض شد الله برای شفا میده، زندگی و مرگ الله میده. شما چرا برای حفظ یک طفل کوچک که الله حفظ کننده هست، والله خیر حافظا، بهترین حفظ کننده هست، شما چرا صفت حفظ کننده الله را به یک موره میتین؟ اگر در از طفله که موره را میپرتین، این فکر و عقیده غلط نیست که این مورگک، این صدف، این چوبک، این تاویزک میتونه این طفل حفظ بکنه. شما صفت رب برای مخلوق که به ارزش دادید، شما عقیدتان جور بکنین. ربتان که خلق کننده هست، این طفلتان خلق کرده، روزی میتیش، شفا میتیش، حفظش میکنه، زندگی میتیش، بزرگش میکنه، تربیش میکنه، الله هست. ان ربکم، تربیه کننده، روزی دهنده، شفا دهنده، رزق دهنده، خلق کننده، زندگی دهنده، مرگ دهنده الله هست. الذی، او ذاتی که خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمان ها و زمین در 6 روز خلق کرد. ثم استوى علی العرش، باز به عرش استوا کرد. یغشی اللیل النهار، شب و روز چی میکنه؟ میپوشانه. شب میره، روز از بین میره، روز میره، شب از بین میره. یطلبه حثیثا، که هر کدامش شب و روز
شتابان به دنبال یک روان هستند، یک دیگر روان هستند. و همین قسم و شمس و القمر و الله هست که آفتاب خلق کرده. یا آفتاب با این بزرگیش کس تابال پیدا شده گفته باشه یا انسان هست؟ نه هیچ کس ادعا کرده نمیتونه، چون واسش نمیرسه. خالقش کی است؟ الله هست. خلق السماء، همین قسم که آسمان خلق کرد، زمین خلق کرد و آفتاب خلق کرد و مهتاب خلق کرد و نجوم، سیاره ها و ستاره ها را خلق کرد. مسخرات به امرهی، باز اینا کلشان مسخر هستن به امر الله، یعنی تسلیم امر الله هستن. آفتاب به امر کی حرکت میکنه؟ به امر کی انرژی میده، به امر کی روشنی میده، به امر کی نور روان میکنه و گرمی و حرارت و ای وظایف خدا. وقتی این توحید در حکم تکوینی الله هست، یعنی حکم الله در کائنات، در زمین، در آسمان ها، در زمین، طبقات زمین، در آفتاب، در مهتاب، در ستاره ها، کل اینا چی هستن؟ مسخر هستن، تسلیم احکام الله هستن. چرا؟ توحید در حکم تکوینی الله هست در کائنات. الا آگاه باشین، عقیدتون جور بکنین که له الخلق و له الامر. دو صفت اساسی هست که بسیاری کسا دیگه در شرک در مبتلا میشن. دیگه احتیاط بکنید. یکی خلق کردن است. الله بر یک کس اولاد میده، باز نامش علی داد، محمد داد، فلانی داد، مخلوق داد، سخی داد میگذارن. این در صفت خلق کردن الله مشکل پیدا میکنن. بفهمید که خلق کردن کار الله هست. والامر تعیین احکام و تشریع قوانین کار الله هست. چون او رب العالمین است، او تشریع میکنه. این توحید در حکم تشریعی الله میگن. الله هست که مثلا حق و باطل تعیین میکنه، نه ملل متحد. اگر شما میگین ملل متحد یا امریکا یا اروپا، پس این با الله در تشریع شریک کردیم. بسیاری کسا قوانین دیگر که قبول میکنن مخالفت با امر الله میشه، عدم پذیرش امر الله. الله میگه الا آگاه باشین کسانی که میخواین عقیده تانه و فکرتان از قرآن جور بکنین که خلق کننده، خلق کردن کار الله هست. آسمان، زمین، ستاره ها، انسان ها، حیوانات، نباتات، همه از اینا را الله خلق کرده. و امر تعیین کردن قوانین و تشریعات، این هم مخصوص الله هست. کسی دیگه امرای الله شریک نسازه. دموکرات ها را و پارلمان ها را و شوراهای قانون اساسی را و کنگرس ها را و مجالس تشریعی قانونسازی انسانی را این شریک با امر الله نکنین. دی کافر نشین. تبارک الله رب العالمین، بسیار عالی مقام و با برکت است ذاتی که رب العالمین هست. پنجمین نقطه، در عبادت چی کنین؟ در عبادتتان دو اساس مراعات بکنین. عبادت اسلامی دو اساس داره. پس شما وقتی که عبادت میکنین دو اساس در عبادتتان رعایت بکنین. ادعوا ربکم، وقتی که عقیده کردیم که الله خلق کننده و روزی دهنده و شفا دهنده و زندگی دهنده و یحیی و یمیت، کل صفات عالی مخصوص الله هست. آل او ذات با عظمت، ذات ذوالجلال، وقتی او را عبادت میکنین باید با تضرع و خفیه. تضرع یعنی عاجزی، یرحمک الله. با تضرع، با عاجزی الله را با عاجزی، نه که با رقص و با حرکات منفی و غلط. نه خیر. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صحابه میگفتن که ما قبل از اینکه آیت نازل شود یگان دفعه در نماز سر خدا به طرف آسمان میکردیم. وقتی که آیت نازل شد دیگه ما تا جرأت نمیکردیم که سر خدا بالا بکنیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، از لغویات اعراض میکنن.
این حال الله متعال میگه ادعو، دعا بکنین، طلب بکنین، ذکر بکنین، عبادت بکنین بر ربتان. در کدام حالت باشین؟ اول تضرع و عاجزی و شکستگی که در مقابل رب با عظمت قرار میگیری، باید بسیار شکسته باشی. یک صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در نماز استاد میشه در مقابل کعبه و شکل عبادت الله را میکرد که مثل درخت خشک میشد. تضرع و عاجزی مثل درخت خشک در مقابل رب العالمین است. حتی پرنده ها بالای شانه هایشو در سرش میشیشتن، فکر میکنن که پرنده ها به این چیز میشن که درخت که قسم خشک استاده هست 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت به بارگاه الله با عاجزی استاده است. و الله میگه این قسم عبادت بکنید، ادعوا ربکم تضرعا و تضرع و خفیتا، و شما به شکل مخفی و خفیه. و در حدیث شریف از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یک صحابی میگه ما در یک جای در جهاد رفته بودیم، وقتی پس آمدیم چیغ میزدیم. حدیث صحیح بخاری هست، حدیث صحیح هست صحیح البخاری. میگه ما صدای خدا بلند کردیم که الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اربعون یا اربعون، همین کلمه دیگه چیه، شما رحم بکنین علی انفسین، بالای نفسایتان. شما کدام ذاتی که او نمیشنوه یا دور از او، شما الله با علم خود شما نزدیک است و ذره ذره سمیع و بصیر و علیم است، میشنوه. شما چرا چیغ میزنید؟ الله متعال میگه که با تضرع، عبادت باید با تضرع و عاجزی باشه و خفیه، و باید مخفی باشه. وقتی که تو ذکر الله را میکنی و عبادت الله را میکنی، الله میشنوه سخنهای تو را. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب قرار در جایت بشی و بسیار راحت سبحان الله، الحمدلله، الله الله میشنوه. انه لا يحب المعتدین. الله متعال میگه که دوست نداره تجاوزکارا را. تجاوزکار کی هست؟ کسی که به عوض عاجزی در عبادت رشخندی و ساتیری و خیزک و جستک میکنه، تضرع نداره، عاجزی نداره، تواضع نداره، و یا هم چیغ میزنه و صداهای خطرناک قسمی را میکنه. الله این را دوست نداره. سوره اعراف آیت 55. 26 دوری از فساد با عبادات قلبی، خوف و رجا. شما باید قلبتان قلب پاک باشه. قلب پاک کدام قلب است که در او خوف و رجا باشه؟ خوف از الله هم بترسه، از عدالت الهی میترسه و به رحمت الهی امیدوار می باشه. این خوف و رجا میگن. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در زمین بعد از اصلاحش فساد نکنین. و ادعوه خوفا و طمعا، و از الله بخواین. قبلا تضرع و خفیه بود. 2 صفت دیگه داشته باشین که در قلبتان چی باشه؟ ترس و امید اردویش باشه. نه ترستان قدر زیاد بسازین که کاملا امید از بین ببره. بعضی کسا مشکلش می باشه که از الله بسیار زیاد میترسن به اندازه که امید از بین میره. این هم بی‌ایمانی هست که از رحمت الله ناامید میشی، خدا به شیطان مبدل کردی. یا بعضی کسا امیدش زیاد می باشه که هیچ ترس نمی داشته باشه که الله به نماز ما و روزی ما و به فلان ضرورت نداره. ولی ضرورت الله نداره، ما ضرورت داریم. امر الله هست، امر الله رو اطاعت بکنیم. این حال الله متعال میگه که الله را طلب بکنیم. با چی؟ در حالی که شما چی داشته باشین؟ الله را ادعوا ربکم وادعوه، الله را طلب بکنین با خوف و طمع، با خوف و رجا، از عظمتش، از قدرتش، از عدالتش بترسی. که حتی نماز هم که میخوانی از این بترسی که قبول میشه قبول نمیشه. عبادت میکنم یا الله قبول هست نیست. ابن ابی ملیکه یک تابعی هست رحمه الله، میگه 30 تن 30 تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم. میگه اونا از
این میترسیدن که منافق نباشن. صحابه هست، شخصیت های بزرگ رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از اینا راضیه، اونا از الله راضی. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی مقام که ما و شما به خاک پایشان نمیرسیم. این اصحاب با عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم چون خوف و رجا دارن، میترسن که ایمان ما رد نشه، کدام صفات منافقات در وجود ما پیدا نشه. ودعوه، الله متعال میگه شما الله را عبادت بکنین، دعا بکنین، ندا بکنین، عاجزی بکنین، استغاثه بکنین در وقتی که در قلبتان این دو عنصر موجود باشه، هم ترس باشه و هم امید به رحمت الله. عمر رضی الله تعالی عنه میگه قدر ما خوف و امیدم به این شکل است که اگر در روز آخرت صدا شود که کلگی به دوزخ برن مگر یک نفر، در گروپ هستیم کل از دوزخ برن یک نفر جنت برن، امید دارم که همین نفر ما باشم. و اینقدر از الله میترسم که اگر باید کل همی گروپ در جنت بره یک نفر در دوزخ بره، میترسم که همین نفر دوزخی من نباشم. و دعوه، و شما دعا بکنین، طلب بکنین، عبادت بکنین الله را، هم خوف داشته باشین و هم طمع و امید داشته باشین، رجا داشته باشین به رحمت الله. ان رحمت الله قریب من المحسنین، یقینا که رحمت الله بسیار نزدیک است برای انسان‌های نیکوکار. الله متعال میگه که شما آیا خدا بسیار هوشیار و با فکر میگیرین باز از زنده شدن؟ بعضی کسا اشتباه دارن که ما مردیم خلاص دیگه، ما ساینسدان هستیم و ما عالم هستیم و ما فهمیده هستیم و چطور هستیم دیگه، زندگی نیست که مردیم دیگه نمیخوایم هلاک میشیم از بین میریم. با بحث و زنده شدن به مرگ باور ندارن. چه قسم انسان زنده میشه، چه قسم باستی استخوان‌های ما که در خاک پوسیده میباشه یک نفر در میگیره کاملا نابود میشه، یا کسی مثلا در خاک یا کسی در بحر مایا میخوره چطور است، یا مثلا در خاکی بیخی خاک میگرده و استخوان‌هاش هم خاک میگرده، چطور دوباره زنده میشه؟ این سوالات است که انسان‌های بیدین میگن. الله متعال میگه که و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. شما ببینید، شما خود ساینسدان بگیرید، این دلیل ساینس براتون پیش میشه. شما از نگاه ساینسی ریاح، بادها را ببینید، بشرا بین یدی رحمته، در چی هستن هنگامی که بادها چی میکنن یا بشارت میکنن در وقت رحمت الله بادها میه شمال اول میه از نگاه ساینسی میفهمیم. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، تا اینکه این بادها میان امو ابرهای بسیار ثقیلی که پر هستن از چی؟ از آب، اینا رو انتقال میده. هست دیدین؟ الله متعال میگه ما با قدرت و عظمت خود امیر به یک شهر مرده میبریم، سوقش میدیم، سقناه و سوق میدیم، حرکتش میدیم. امی ابرها را با قدرت و عظمت خود به یک شهری که کاملا خشک است، خشکسالی هست، مردم زمینایش از دست که مرده حتی توته شده که زمینایش سعی کنید در دشتام توته. فانزلنا به الماء، از این ابرها بالایش آب نازل میکنیم. برای کسایی که ادعای ساینس میکنن، قرآن برش استدلالای ساینسی را مطابق عقلشان برشان بیان میکنن. فانزلنا به الماء، باز از این ابرها آب نازل میکنیم. فاخرجنا به من کل الثمرات، باز این منطقی که بیخی کل چیز مرده بود، میوه ها و حاصلات رنگارنگ است. والله در فلانی منطقه امسال باران بسیار زیاد شد، پارسال هیچ چیز نبود، امسال ماشاءالله باغ‌ها را سعی کنیم، میوه‌ها را سعی کنیم، در دشت‌ها سعی کنیم، خربوزه در کوه‌ها، در دشت‌ها خربوزه است که للمی، زراعت سعی کنیم و ترکاری‌ها را سعی کنیم و سبزیجات را سعی کنیم و میوه‌جات را سعی کنیم. ماشاءالله الله متعال میگه دیدین من کل ثمرات. بعد از خشکسالی رو بچری مملکت ها دیدید مردم چی رو فلان میکنه، باز یک دفعه وقتی که با قدرت الله ابر میشه و باران میشه و برف میشه و
دریاها و جویها و جویبارها روان میشه و کل منطقه سرسبز میشه و حتی کوهها رو ببینید که درختای سبز هستن. کذالک نخرج الموتى. اینی قسم که از زمین خشک دانه ها و گیاه ها و میوه ها و سبزیجات یا را زنده ساختیم کشیدیم. اینمی ذات با عظمت امی قدرت است. الله میگه اینمی قسم با قدرت و عظمت خود مرده ها را از زمین میکشیم. و این امروز حجب و ذنب در احادیث آمده که در ستون فقرات انسان در آخری قسمت از یک حجره که بسیار کوچک است که حال حتی بسیاری ساینسدان هم روز یک تصویر شدیم صحبت میکردن. یه عجب الذنب اما چیزی هست، حجری است که نه به آتش از بین میره نه به توسط خاک از بین میره و هیچ چیز. این مثل دانه اساسی حجره در خاک می باشه. والله متعال نمی قسم که نباتات دانه ها رو در زمین میبرد، نمی قسم انسان ها رو دوباره مثل می در روز قیامت اینا رو میگه نخرج الموت، همین مرده ها رو میکشیم. از اینمی عجب الذنب. لعلکم تذکرون، شاید که شما فکر بکنین، حال اندیشه بکنین. او ذات با عظمته که در سرزمینه که کاملا از بین رفته و خشک و تکه تکه هست باد خلق کرده، توسط باد ابرها را حرکت میاره و در بین ابرها که اینا چی هستن؟ ثقال هستن، ابرهای ثقیل، یعنی ابرهایی که پر از آب هستن که آب اونجا باران و برف و جاله و این نازل میشه. این حالا میگه وقتی که این رو ببینیم که الله این قدرت داره، بس زنده شدن، زنده ساختن تو و بعث تو هم الله قدرت داره، به شرط که اینا از فکر خود، از عقل خود کار بگیرن. 28 نقطه تأثیر هدایت به اهل حق و عدم تأثیر آن بر باطل پرستان. ببینید الله متعال میگه والبلد الطیب، اما شاعر که میگه که چی است؟ باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. حال بسیاری کسایی که مثلا انسان ها هست، انسان با ایمان با دانستن حق ایمانش قوی میشه، زیادتر میشه، زیاد تقوا میکنه و انسان بیدین هنوز گمراهتر میشه. الله متعال میگه والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، میگه سرزمین خوب که است نباتاتش به امر الله خارج میشه. باران که بارید نباتات خوبن. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما زمین بد شورزار که است میگه بغیر از گیاهای ناچیز و بیفایده چیز دیگه برازی پیدا نمیشه. همین قسم که دو قسم زمین است، یکی زمین حاصل خیز و خوب و زراعتی است که باران بالاش میآید میوه‌جات و حاصلات میده، و یکی زمین شورزار خرابی است که او هیچ به درد نمیخوره و هر قدر باران و برف هر چیز شه و بازم خس و خاشک چیز نباشه. انسان ها هم همین قسم دو قسم است. یک انسان های با فکر و با اندیشه و با ایمان و با عقیده هستن که اینا با آیات قرآن هدایت میشن، و یک تعداد کسای دیگه هستن که اینا هر قدر برشان حق گفته شود باز هم چون ظرفیت حق پرستی را ندارن، از این خاطر هدایت نمیشن. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. الله متعال میگه این قسم تفصیلی دلایل قدرت خدا بر مردم بیان میکنیم، شاید که اینا شکر بکنن.